سلام، در یک برنامه کامنت دیگه در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم به یک اتفاق خیلی ساده و پیش پا افتاده که حدود 10 روز پیش تو این حدودا در کشورمون اتفاق افتاد بپردازیم و اون هم اختلاس در فولاد مبارکه بود. فولاد مبارکه همچنین که از اسمش پیداست واقعا مبارکه، البته برای مقامات نظام از خامنه‌ای تا پایین ترینشون. اما این فولاد مبارکه اگرچه برای مقامات نظام مبارکه، اما کشاورزهای چند استان رو به روز سیاه نشونده. داستان از این قراره که یک مبلغ ناچیز و خیلی مختصری حدود 92,000 میلیارد تومان در این مجتمع فولاد حرام و حلال شده. البته دشمنای نظام هم سعی میکنن با گفتن 92,000 میلیارد تومان سیاه نمایی کنن، در صورتی که وقتی معادل دلاریشو میگی 3 میلیارد دلار، میبینید عدد این 3 کجا 92 کجا. تازه چون 1000 میلیارد تومان واحدی که خیلی در تراکنش ها و مراودات بانکی مقامات نظام استفاده میشه، کارشناس های نظام به جاش میگن همت. 1000 میلیارد تومان 92 همت. ببینید اون سیاه نمایی ازش گرفته شد دیگه، اون حالت دهن پر کنه 92,000 میلیارد تومان رو نداره. خود این فولاد مبارکه مثلا چرا درست شد؟ چون دستمزد پاسدارا کفاف زندگیشون رو نمیداد و عثمان نمیخواست اینا شرمنده خانوادهشون باشن و مثل اون که شبا مهمان میره خونهشون، خوشست خانم میره تخم مرغ قرض میکنه، اونها این وضعیت براشون نباشه. 6 دنگ این مجتمع رو انداخت تو قباله سپاه پاسدار که آب‌باریکه‌ای براشون باشه. البته چیزی هم بگم، در نظام ولایی اختلاس دزدی نیست. اینو من نمیگم، یکی از دانش آموختگان دانشگاه ضد امام جعفر صادق، همون دانشگاهی که اولاغ میگیره وزیر و وکیل تحویل میده، میگه ببینید کلیپش رو با هم نگاه میکنه، ببینید به چه صراحتی میگه تو نظام ما اختلاس دزدی نیست. 14 تا شرط داره قطعه گر کسی دزدی بکنه، اما که میگید اختلاس میشه، اصلا اختلاس دزدی نیستش. بله ببینید این مستند فقهیش. تازه این که رسما میگه اختلاس دزدی نیست. یادتون باشه چند هفته پیش از رو شدن این اختلاس، آخوند جلالی که خامنه‌ای اونو به عنوان نماینده رفسنجان فرستاده تو مجلس، از دستاوردهای نظام و ویژگی‌هاش صحبت کرد که اون رو هم خوب از زبون خودش بشنویم تا ببینید که وقتی که میگیم تو نظام ولایی اختلاس دزدی نیست و دستاورده منظورمون چیه. این کلیپ رو هم با هم نگاه میکنیم. دستاوردهای جمهوری اسلامی در این نیم قرن قابل احصا و شمارش نیست که برخی از آن دستاوردها شبیه معجزه و برای خود ما هم ناشناخته و بعضا نامفهوم است. بله ببینید چقدر عمیق و کارشناسی رو دو تا ویژگی تمام دستاوردهای نظام، من جمله همین اختلاس، البته این راجع به این اختلاس صحبت نمیکنه ولی این ویژگی‌هایی که میگه برای همه دستاوردهای نظام هست. میگه قابل شمارش نیست، راست میگه. 92,000 میلیارد تومان واقعا قابل شمارش نیست. شما فرض کنید یک نفر ثانیه 1000 تومان بشمره، از الان حساب کنید 24 ساعت هم بشمره چند سال طول میکشه تا 92,000 میلیارد تومان بشمره. دومین ویژگیش هم میگه به خوابمون هم نمیدیدیم، معجزه است. راست میگه. یا آخوند تنلش بیکاری که اگر انقلاب رو خمینی ملعون به سرقت نمیبرد الان معلوم نبود زندگیشو چجوری میگذرون، در خوابش هم نمیدید که ارقام 1000 میلیارد تومانی جابجا بشه. اما از اینا که بگذریم، خامنه‌ای همیشه تاکید داره برای اینکه دشمنان نظام سیاه نمایی نکنن باید کارهای نظام رو تبیین کرد، یعنی شناسوند، شکافت و قسمت‌های نادیده‌ش رو آورد بالا نشون داد. من هم امروز میخوام قسمت‌های نادیده و اون چیزهایی رو که دشمن نباید سیاه نمایی میکنه و نمیگذاره همه ببینن رو برای شما تبیین کنم. اولین ویژگی این اختلاس اینه که این فولاد مبارکه فرق نمی‌کرده مدیر عاملش این باند باشه یا اون باند، چون 0 تا 100 پروژهش دست خامنه‌ای بوده، در هر صورت باید تمام مخارج چریدن تمام آدم‌های نظام رو میداده. به کلیپ مدیر عامل سابقش نگاه کنید که به جای توضیح از اینکه اصلا تو این مجتمع چی ساخته میشه، برای چی ساخته شده، یک ضرب مجیز پاسدار قاسم سلیمانی رو میگه و تازه این آدمی که میخوان کاسه‌گوزر بشکنن سر اون. با همین کلیپ این مدیر عامل سابق رو هم نگاه کنین. به من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم. پس این مدیر ولایی هم طبق قانون کت خدا رو ببین ده و به چاپ سوراخ دعا رو گیر آورده. یعنی هر موقع یکی تو رژیم صحبت از قاسم سلیمانی کرد بدونید یک اختلاس سنگین رو داره برنامه‌ریزی میکنه
و هر کی اینجوری آویزون شد مجیز قاسم سلیمانی رو گفت و به جنازه، البته جنازه که نه، همون کف دستی که ازش باقی مونده آویزون شد، ببینید که چه توطئه‌ای، البته توطئه که نه، باز همون دستاوردی برای نظام رو تو آستین داره. دومین موردی که تو این اختلاس چشمگیری بوده حل مسئله تکخوری تو نظام بوده. اگه شما صحبت‌های خامنه‌ای رو دنبال کرده باشید همیشه از این مینالید که آقا تو نظام تکخوری نکنید، هم افزایی کنید و طبق همون راهنمود امام ملعون همه با هم بخورید و میگفت در نظام یک نفر هست مجاز تکخوری کنه و اون منم و پاتون رو تو کفش من نکنید. متاسفانه خیلی کم شاهد عملیاتی و میدانی شدن این راهنمود خامنه‌ای بودیم، اما در این پروژه فولاد مبارکه به خوبی دیدیم حسین شریعت مداری و اسحاق جهانگیری که جلوی دوربین عین تام و جری میموندن سر سفره فولاد مبارکه یه مثل یک روح در دو بدن صمیمانه نشستن و در کنار این آخر با هم نشخوار کردن. سومین ویژگی این اختلاس یا این دستاورد بزرگ نظام اینه که راهنمود خامنه‌ای در مورد دانش بنیان بودن همه کارهای نظام رو رعایت کردن، یعنی طوری اختلاس کردن که با قیمت و نوسانات دلار به قول غربی ها مچ هست، یعنی ترازه، یعنی هرچی دلار میره بالا اینم میره بالا، میاد پایین اینم میاد پایین و نوسانات دلار روی این اختلاس تاثیر نمیذاره. حالا بگذاریم که نوسانات دلار روزگار مردم ما رو سیاه کرده، ولی کارگزارای رژیم طوری این رقم رو اختلاس کردن که نوسانات دلار هم درش لحاظ شده. اما چهارمین ویژگی تنها وعده رئیسی در این اختلاس عملی شده. یادتونه رئیسی گفتش که زندگی کسی رو به برجام گره نمیذاریم. در این مورد خاصم کارگزار رژیم وای نستادن که توافق اجرا بشه، پالتای پول بیاد بعد برن اختلاس کنن. منتظر برجام نشدن، از همون امکانات دم دستی با کلی دستبستگی، البته خب تحریم هستن، شما میدونید از هر 10 تا کارگزار نظام 9 تاشون تو لیستای تحریمن. داستان FATF هم بود و اینها نمیتونستن مراودات مالی داشته باشن، اما پشت این تضادها نموندن و از همون امکانات دم دستی که مثل یکیش فولاد مبارکه بود شروع کردن و اون رو کامل چپو کردن و نشون دادن با برجام بی برجام کارگزاران رژیم برای غارت خودشون سدی براشون متصور نیست و اون رو انجام میدن. البته ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره اما وقت ما اجازه نمیده و من تا اختلاس بعدی شما رو به خدا میسپارم. البته اختلاس بعدی سرعتش زیاده، من ممکنه به اختلاس‌های رژیم نرسم برنامه تولید کنم، پس تا برنامه بعدی همه شما رو به خدا میسپارم.